دکتر حاطف کلیهش عمل کرد، از اینجا تا اینجا شکافت، کلیهش رو سنگ شد در آورد. سنگ اینقدر سنگ کلسیومی تیخ 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 تیخ. این من داشتم این آزمایش میگم کالکوزور و رد و بند و وسط اینا. یک گیاهی به نام بسر، تو خونسا رو علی گودرزون همینجا هست، اسمش بسره. من تو آزمایشام اینو جشوندم، سنگر انداختم توش، اومدم بردارم دیدم پودر شد تو دستم. یک عشق ارشمیدوسی کردم. ارشمیدس اتفاق برش که از حموم لخت زد بیرون که یافتم. سنگ تموم شد که تموم شد، اسمش بسره. بسر به بسا داره. چقدر مردم رو درمون کردم. از عطار پرسیدیم باشه و گفت ادرار زیاد میکنه. گفتم خب این باید یه چیزی باشه. این تجربه من تو اداره نشسته بودم بیمارستان، دیدم یکی اومد از پشت منو بوسید. یکی از همکارای قدیمیه. گفت اون بسره که گفتی منو نجات داد. بعد سنگ‌های که سیقلیه، اونا فسفر، اونا کلسیومه. فسفوریا رو همین سنگکل از بین میبره. سنگکل تو داروخانه ها هست. سنگکل و فسفر. آره. چی؟ بسر تو خسار علودرز و خمین و همونجا زیاده. اونو وقتی میخوری تشنت میشه، آب میکشه. پودرانه. گیاهه مثل تره کوهی میمونه. آها اونطوریه. خب تره کوهی. سنگ به این انقدری، این شاخ قهوه همه تدقیق اومده بود بیرون. اینم راجع بود پودرش تجربه شخص خودم. خسته نباشید آقای دکتر. خواهش می‌کنم.